بازی دنیا یه فرمولی داره. این فرمول رو باید رعایت کنی. خب یه سری آدم ها استارت قوی توی کاری میزنن، میرن جلو، به درآمدی که میرسن، به نقطه امنی که میرسن، غرور میاد سراغشون. دیگه اون جایی که غرور میاد سراغت، کار بارت خراب میشه. خب تو دوباره شروع میکنی به اون نقطه‌ای میرسی، چرخه تکرار که میگی میره. این تو کل زندگی تو میتونی بفهمی بازی همش داره تکرار میشه. تا چه زمانی تکرار میشه؟ تا زمانی که بفهمی و اینکه باید درستو پاس کنی. یعنی چی؟ یعنی درس‌ها چی هستن؟ درس‌ها سر تکرار شدن بازیه. هر موقع تو زندگی یه چیزی برات تکرار نشد، یعنی تو درستو گرفتی. به این میگیم درس گرفتن. تو توی همه زمینه ها هم داری امتحان میشی، هم بازی داره برات تکرار میشه. تو اگه یه مدت میافتی رو دور تند، میافتی رو حال خوب، تو آرامش نباید از خودت در بیای. از خودت در بیای دوباره حالت بد میشه و بازی هی تکرار میشه. دوباره تکرار میشه. چرا دوباره تکرار میشه؟ که بفهمی نباید در بیای دیگه. زمانی هم که بفهمی دیگه تکرار نمیشه. به همین راحتی. ما تا به یه چیزی میرسیم، خودمون رو گم میکنیم، خوشحالی میکنیم، نمیدونم مثلا تا یه آگاهی به دست میاریم، یه چیزی رو بیشتر از بقیه میدونیم، از خودمون در میایم، حالمون خوب میشه، از خودمون در میایم. اصلا دلیل ذوق کردن چیه به نظرت؟ یه سری‌ها میگن بدون ذوق کردن چه زندگی معنایی نداره اصلا. تو چرا خوشحال میشی به نظر خودت؟ چون ما دو تا حالت داریم، یه خوشحالی از ته دل داریم، رضایت درونی، یه دونه ذوق کردن داریم، ذوق زدگی و هیجانو. ببین تو اگه به آرامش برسی، به پول برسی، تو هر زمینه موفق بشی، دیگه خوشحال میشی دیگه. ذوقی نداره که حال میکنی با خودت. ذوق ما اینه که از بقیه حس برتری میکنیم. فهمیدی؟ یعنی ذوق اینجوری شکل میگیره. اون ذوقه به خاطر اینه که سریع اون حس غروره میاد سراغت. واو، این همه آدم درآمدشون اینقدره، من رسیدم به این درآمد. این همه آدم مثلا آرامش ندارن، من رسیدم به آرامشه. تو یعنی حس رقابت داری با دیگران. یعنی تو در واقع برای خودت نرسیدی به اون، فقط میخوای خودتو به دیگران نشون بدی. ببین من به آرامش رسیدم، تو نرسیدی. ببین من چقدر راحت پول در میارم. ذوق میکنی دیگه. ذوق از این به وجود میاد. وگرنه تو برای خودت خوشحال باشی ذوقی نمی کنی. اصلا ذوقی در کار نیست. ذوق از غرور میاد. این غرور کم کم میاد.